سلام و درودی به پایان با بینندگان شبکه یوتیوب. سلام و درودی به پایان با مادران و خواهران مهاجر بیرون از وطن. سلام و درودی خود را میرسانم به شما. خب امروز من بیاگوموس من تیار شد. اولم تیار نشد، یعنی که ما را همون لواکای بیارکتر تراشیده هم تا گرفتیم. برای که زلول موندیم برای ایراد کردن. رویم موندگی لواکای هم بیارکتر تراشیدیم، فرکوندیم، هم خیلی گرفتیم. خب آوردیم که با پاولونیا بتیم. خب برادران قندم، خواهران و مادران غریب کامنتاری نویسوندن و ما خواهش کردن که درباره مادران و خواهران باید گپ زنیم. البته ما گپ میزنم. خواهران و مادران این چیزهای مقدساتی ما هستن. ما با اینها گپ میزنیم، سخن میگیم. ولی ان با امر خدا من نوار میکنم برای شما. انا این خواهران و مادران باید خاکی پاشه باید توتیا کنیم. ولی ما بعد عدل رالک میکنم با شما. نکی چی گفتنی هستم؟ بیاگوموسی ما خیلی تیار شده. من بیاگوموس این طرف تیار میشه. من دیگه که چخیل وای این بین هدیان 4 زالات میگن ایرا تیار شده. یکی تیار نه، معمول لواکاش گرفتم. فرکوندم، تراشیده گرفتم. های فرصت رو غنیمت دونسته به همو جوانان نامحترم گفتنی هستم که شما حاضر کدام که بابا تا نقض نمیبینه، حرمت عزت نمیکنه، امی سایت ما به حضور برای تماشا نکن. چی تماشا میکنی آخی؟ تو نفرت داری با مصطفی، چی تماشا میکنی؟ بالی میگه که مصطفی ناصرین ما هست، اینه که خیلی بمیره بگم. با توصیه شون میتونم چیکار کنم؟ توصیه میتونم که شما رو جوانانی خیلی محترم میگم متکل جوانان محترم ای کانال بابید برو با حضور بگپ رازبار برو یا سخن ما در لواکاش گفتم که برا جانان لوا بود رو سایتش ده لوای تورباش تماشا کن. چی اومده قطعی مصفت نفرت داری مصفت گپ زنی نمیمونی. یه تایگ جو اومدی خیلی گپ نزن. برام جانان تماشا کن. با جانان خواهرم گفتنی هستم که او خیلی سیام کم میکنی تو. زن مادرم خیلی ولی برای مادرم ما گم میزنم. نخو زن مادرم خیلی سیام کنه. ما ترا تماشا میکنیم خاطر جام کم یکی میبره چیلی که میرسه یکی میبره میبینید که گپ فلچ به معنی گفتیزی برام تماشا میکنیم. خواهر یکاش یا تیک توک بود چی بود نه تماشا کردم. برو که جنسات پلافکا کرده. های برو که جنسات پول بریده می موبایلش مونده لیفش مونده ایش موبایلش مونده در بحر نورک بخوت رکلام کسی ای برن میدونی مادری توجی جونو خیلی گوشگیری لوای تربت و لوار تربت کردی و خیلی جوانو رو خیلی نقض میبینه و خیلی شونه میکنی برای آدمی زندگیش کرته اطلس پوش ایزور اطلس پوش مول خیلی باید که یک معرفگری ملتی توجیک شد. توجیک نیستی تو خواهر یکاش ما ترا اون گپ نمیگم. اینا با کانال تا با رکلام کردم کسی که همون بابوش نمیخواد خیلی ترا برای تماشا کنه با هوای تربای ترا کل لذت برای چی میشه. حیف هم جون مردی و باباش تماشا بید. باباش مهنتی باباش ببین مهنتی باباش ببین به ما چنگ. شما من دیدی هم خیلی کدمان کی داره من کدمان میدونم کدمان باباش من نگاه کن علاوه تربای و هیچ فایده نیست. متر میکنیم فقط حجت دلیل اینا فقط حجت دلیل من نگاه کن حاضر بیام. خب من همینجا چنک چند سانتی متره 40 سانتی متره اینا 40 سانتی متر برگ 40 سانتی متر برگ من بلندی همین رو چنک کرده بودم 90 چند سانتی متر بود حاضر باید میکنیم چنش میکنیم من همینجا میگیره. خب بیار کامera پیشتر 1 متر 18 سانتی متر 1 متر 18 سانتی متر 3 روز پیش 97 سانتی متر بود. 3 روز پیش 97 سانتی متر بود. دیدی که دیدی ساعت قطعی ساعت که کلان شده است. مهنت کردن در کور باباش مهنت میکنه. خیلی کانال من افراد برای کانال دیگه کسی تماشا کنه. ما دا گپو هر کنه نمیشه که من
نریم نمیبرده که شو بعد یک قیمت میکنیم. خب من بیوگوموسا تیار کردیم. من از پاپای باباش من باباش من دیدی سپت که من چی خیلی اکی رو موای میتیم سیوم چی من با کاوشوشو برورده انا گوش که برادران کندی من اینجا بیا من همینه میگیرم من نگاه که حاضر میگیرم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم من کندیم من ایده طرفش کندیم من بیاگوموسا گرفتم ریختم در بین هر دو من یکتا من دو ریختم من باعث گرفتم من برادران من مهنت بابا یک بار مردن یا یک بار زنده شدن با هم خداوند دیدم خاصیت زندگی مردن بیاگو مساق من تیار شده باباش مهنت کرده خب یک جو 20 کوادرات یک جو 16 کوادرات 38 کوادرات تپ تیار 38 کوادرات تپ تیار خدا خواهد من بیاگوموس کیرمک کارم با جای عوج علاش برادران کندی من خواهد چی گفتنی هستم روزش بسه میگم یکی برای خواهران و مادران غریب خواهران و مادران بیرون از مرز با شما رالی که شیره و شربتدار میکنم شما من بسیار عزت حرمت میکنم من هم جانانم حرمت میکنم خواهی که وای روحی جانان گوش که برای توبه که شو که کرتا سر لباس فسان پوش آخی خوشرویی تو بزیبی تو سازی آخی یگان وای نیست آخی یک معرفگر تو نخود خیلی بودی رولی میگم رولی که خلق باید تو عبرت بگیرم و من رولی میگم خلق میگم عبرت بگیرم جوانای محترم میگم عبرت بگیرم کنه نمیخواد تو چخیلی میکنی نیتو رفته ازی با یک رولی تا تماشا کردم کم گفتم که جانان بابا فهم اولم نفهمیدم ترا کی چی گفتگی که همین که من مردم اگه خوش میگه سر از رولی کو مرا همین udalít کنه رنگ استیوپاوره udalít کنه اوخی رولی که udalít میکنه این رولی کو ایجاده ها رولی که نویسندگی ملائکه منکر و نکیر ایجاده نویسندگی ها که یا را کی udalít میکنه برا توبه که صدقاً توبه که گویا که نه ای مادر تولد شده چی کار کردی نکردی با گردن بلند ای مادر تولد شده میشه همین خیلی جوان مرد که گناهی تو را عفو کنه با تو را نه شو داری نداره با نگفت که شو که با یکم گپ چه خیر من نمیدونم خیر اگر بشو باشی شو که بزرگ فرزندو تربیت که نخود تو برای دادونار نورات برو که جنس بگیری خیلی وای کنی بود خاطر رکلام کنی خیر خوشرویی خیر مرد خوشرویی نه زمان چون خیلی رکلام نکوخی جنون خیر کنی ما اولی داری سایت صورت ترام صورت خدمت من میتریم میکنم سایت ترام که بود رکلام کردم نه کی برای خاطر که تا ای روح بگار خواهری باباش ای روح بگرد خب با چی بگم خیلی دعات میکنه خدای خداوندا همه مهاجر مهنتی کلی مهاجر مهنتی در پشت پناه اسمت خدا نگهبانش یا الله مهربان یگانه جایی به خوف و به خطر پشت پناه خدا همین مهاجر مهنتی کلی مهاجر مهنتی در پشت پناه اسمت خدا نگهبان باشی خدای خدا مهاجر مهنتی با سری بلند تنی ساعت مغز سالم فیض برکت دستی پر دلاری بسیار با پیش اهل بچون برگشتن نصیب شما بگردانی خدای مهربان کسان جوان دخترانی که شهوار میخوان شهوار نهایت مهربان با خدا نصیب کو جوانایی که زن میخوان با آنها عروسای رفیقای همسفرای دنیایی خدای خداوندا چنان هم با عفت چنان هم اسلامی چنان در رمکه تاجیک اصیل نصیب روزشون بگردانی خدای مهربان کسانی که زن دارن کسانی که شهوار دارن کسانی که زندگیشون تنج در ارضی خانکین خانه های بلند هوا نصیبشون کنی خدای مهربان کسانی که در ارضی ماشینا که بسیار جوانای ما جوانای محترم میرن در میان ماشینا که ماشینا قیمت نصیبشون بگردونی
خدای مهربان همه را به مراد و مقصود و آرزوی که داریم برسانه. الله اکبر. یک چیز خاطر رسان کردنی هستیم که مرا همیشه در کامنتر نوشتم که بچه‌ها یوژنی کره بچه‌های از مسشاه هم گفتن، از مسشاه هم در یوژنی کره ما غریب کار کردیم، سلام مرا برسان. من سلام شما را رساندم. خدا نگهبان شما شیر بچه‌های مسشاه گوجگرنده اول یک مسشاهی بود، یک مسشاهی بود اشکالم برآمد، اکتیور بود دورای همون جنگو دا بعد بیچاره وای نمیدونم چخیل شده که جنگ بخیارم جنگ نبیارن، جنگ خدایی وقت نشانتی ها. کسی جنگ میخواد دشمن خلق ملت های پاولان یکی نه جنگ چی در کروخی بیا گمستر که جنگ چی در کروخی. برادران قند من یک کسی دیگه سبحان علی نام داشته گفت که همین یوتیوب ماده گفت سلام برسون نامی مرا بگو خی نامی تر سبحان علی ما نماز دادم 33 بار سبحان الله میگم 33 بار سبحان الله میگم نامی ته همه در زبان ما است. سبحان علی زنده باشی برادری قندتون نواسای مهربانی مایی با کی بودم خیلی گفتم همه شما رو من نقض میبینم دوست میدارم. اگر یک پایی که مثال پست بالام گفته باشیم بدیل نگیرین جانان خواهرش پرتوی کاره من به تم خطاب میکنم زنده باشید برادران و خواهران و نواساکای قند من.